سلام بچه ها. من یه فیلم میخواستم ببینم که حالم خوب شه. بعد رفتم امیلیو دیدم. خب امیلیو اگه دیده باشید و اصلا ندیده باشیدم شنیدید که خیلی فیلم قشنگیه. قشنگ بعدش اینجوری بودم نسبت به همه چی لبخند، عاشق چیزای کوچیک شو، نمیدونم زندگی چه قشنگه با little things. بعد چون فیلم تموم شد حالم خوب شد. قبل از اون چون یه فیلم دانلود کرده بودم به اسم Irreversible، به معنی بازگشت ناپذیر، از نمیدونم کارگردانش کی بود، حالا واسهتون میذارم. اینه دوستان الان حالم اصلا شبیه بعد دیدن فیلم امیلی نیست. یعنی این فیلم اینقدر حال به هم زن بود، اینقدر خشم بود، اینقدر چیزای کثیف. و تو خب من خیلی فیلم دیدم که حول اینجور موضوع باشه، ولی هیچ کدومشون عین اینقدر دیگه کل صحنه رو نشون نمیداد. یعنی قشنگ حالتو به هم میزد از دیدن این فیلم، پشیمونت میکرد از هر چی فیلم دیدن. ولی به هر حال بازم فیلمیه که من پیشنهاد میکنم و به نظرم باید دید، هر چند که حالتو به هم بزنه. الانم I'm not good. Bye.